درود به دوستان خوبم، به بخش جدیدی از ورکشاپ ایبلتون لایف خوش اومدین. توی این بخش میخوایم راجع به میکسر این برنامه صحبت کنیم. میکسر بسیار فوق‌العاده‌ای داره برای بچه‌ای که با برنامه‌ای مثل کیوبیس، استودیو وان، لاجیک کار کردن. یه خورده آسان‌تره نسبت به بچه‌ای که با FL استودیو کار کردن. چرا؟ چون توی FL استودیو یه کمی سیستم فرق داره. شما روی اون قسمت ستینگ برای هر کانالتون میتونستین برین چنل انتخاب کنین و لیرتون رو انتخاب بکنین و توی اون افکت ها رو بدین. توی ایبلتون لایف یه کمی سیستم فرق داره. شما میکسرتون وابسته به اون چنلاتون هست، یعنی تمام افکت هایی که روی کانال یکتون اینجا شما میدین مختص اونه. نمیتونین مثلا VST رو اینجا باز کنین افکتش رو مستقیم از یه جای دیگه بگیرین. میتونین توی این قسمت ها سند بکنین، صدای آدیو رو بفرستین به چنل دیگه، ولی این که مثل فلسادیو مستقیم از خود همون جایی که VST رو باز کردین بتونین بفرستین، اون شکلی نیستش. بعد خیلی از بچه هم برنامه ایبلتون لایو و میکسرشی که نگاه میکنن فکر میکنن که پلاگین ها اینجا زیر هم این شکلی نمایش داده میشه. این حالت رو نداره. البته یه قسمتی داره تو برنامه، میشه یه کدی رو تغییر داد که حالا براتون پستش رو میفرستم که چجوری این کار رو میتونین بکنین. تو اینستاگرام قبلا گذاشتم، میتونین این کار رو بکنین که اینجا ببینین، ولی خب وقتی باش کار بکنین اصلا دیگه به اون نیازی ندارین. معمولا مستقیم میتونین افکتاتون رو بیارین این پایین، پشت سر هم بیارین و استفاده بکنین. خب ما برنامه رو که باز میکنیم قسمت سیشن ویو و ارنج ویو داشتیم دیگه. ارنجمنت ویو، سیشن ویو این حالت این شکلیه که میکسر ما رو داره بهمون نشون میده. من این قسمت رو ببندم، این قسمت رو کاری نداریم. و قسمت ارنجمنت ویو که آهنگمون رو اینجا میومدیم تنظیم کردیم. توی ایبلتون لایو 12 اومدن گفتن که خب یه کاری کنیم که همزمان این دوتا رو داشته باشیم. شما میتونین اگه دوتا مانیتور دارین قسمت ویو برین، سکند ویندوز که باز بکنین میتونین رو ببینین، یا مثلا مانیتور بزرگی داشته باشین میتونین رو بیارین تو یکی مانیتور همزمان ببینین و همزمان هم میکسر رو داشته باشین هم قسمت ارنجمنت رو. ولی اومدن یه تغییر توی ورژن 12 دادن که شما این قسمت رو که کلیک بکنین میکسرتون هم میتونین اینجا ببینین. برای بچه‌هایی که با لپتاپ کار میکنن خب این خیلی کاربردیه. فقط قسمت میکسر رو میتونین ببینین، چون قسمت سیشن ویو یه قسمتایی داره که اینجا باز کلیپ میشه گذاشت، ولی وقتی که روی اینجا هستیم فقط قسمت میکسر رو میبینیم، قسمت‌های مربع شکل رو نمیتونیم ببینیم. خب ببینیم اینجا چی داریم. من یه سری این کانال رو پاک میکنم، ساده تر نگه میداریم. یه دونه کانال میدی داریم، یه دونه کانال آدیو. من اول با آدیو شروع میکنم. الان میبینید توی قسمت میدی فیدر اون دیاکتیوه چون VST نداره. من آدیو رو که بگم اینم یه VST میاریم داخلش و این اتفاقا رو توضیح میدیم. خب اولین چیزی که اینجا میبینید نوشته آدیو فرام. خب آدیو فرام یعنی یک سورسی، یک صدای باید از یه جایی وارد بشه. اگه مثلا شما یه سری صدایی داشته باشین که توی لایرهای دیگه ای باشه، خب میتونین خروجیش مستقیم به اینجا وارد بکنین. بذارین پس همینجا من اصلا یه دونه اینسترومنت بیارم، مثلا میریم روی همین آنالوگ، مثلا همین رو میاریم اینجا، این همون میدیه دیگه، یا اینکه بذاریم بیارم اینجا که اشتباه نکنیم. روی اینجا کلیک میکنیم، اینا درگ میکنیم اینجا. خب من الان چون میدی کیبوردم هم وصل نیست میام با کیبورد کامپیوتر میزنم. خب سیگنال اینجا میاد وارد میشه. وقتی که این روشن نیست سیگنالی وارد این چنل نمیشه، پس اینو باید روشن کنم. آم رکورد. و یه نکته بزنم همینجا بگم تا یادم رفته نکنه، وقتی که من روی اینا کلیک میکنم مثلا فکر کنین 3-4 تا ترک داشته باشیم. خب من روی هر کدوم از این آم رکورد کلیک میکنم،
اون یکی دی اکتیو میشه. برای اینکه این دی اکتیو نشه شما باید برید توی قسمت آپشنز، قسمت سیتینگز و قسمت ریکورد وارپ اند لانچ. این قسمت آرم رو دی اکتیو که بکنین میتونین همزمان چند تا رو با هم روشن بکنین. مثلا شما دارین اجرای زنده میکنین، میخواین سریع مثلا یه اینسترومنت دیگه یه اضافه بکنین، راحت میتونین کلیک بکنین بدون اینکه اون یکی ها قطع بشه. پس اینم یادتون باشه، گفتم بگم تا یادم نرفته. پاک میکنیم. خب من اینو باز میکنم، این VST رو حالا میذاریم برای برنامه و حالا نکنین وقتی که من اینجا پلی میکنم خب از این ته شروع میکنم چه آدیو تو. خب تو این کانال یک سیگنال ایجاد میشه و از اینجا این سیگنال خارج میشه به حالا اینجا تو مین انتخاب کردم. مین چیه؟ مین این ته. خب اینا رو هم میگیم، اینا قسمت های اینسرت هم توضیح میدیم، ولی الان مین اینجاست. من یه آدیو اینجا اگه باز بکنم، آدیو ترک، خب آدیو هم گفتیم اینجا که رایت کلیک بکنیم میتونیم میدی ترک و آدیو ترک اینسرت بکنیم. یه آدیو ترک انتخاب میکنیم، اسمش هم حالا میذاریم آدیو تست. خب برای اینکه این قسمت رو نشون بدم این کار کردم. حالا وقتی که من روی آدیو 2 که کلیک بکنم اسم اون آدیو تست رو به من نشون میده. من اینجا که کلیک بکنم خب الان میبینید هیچ صدایی نداره. چرا؟ چون که قسمت مانیتور باید بیاریم روی این بذاره که اینو وارد بکنیم. خب الان صدا خودم هم میاد. پس این قسمت برای سند کردن اون سیگناله. من اینو پاک میکنم. خب پس این آدیو فرام هم که اینجا هست فهمیدیم که هر سیگنالی که تولید میشه میتونه بیاد وارد یک آدیو ترکی بشه. دوباره من روی مین میذارم. این قسمت چیه؟ میدی فرام. میدی فرام وقتی که شما میدی کنترلر داشته باشین اینجا اسمش میاره و هر میدی کنترلر قابلیت اینو داره که چنل های مختلفی رو ارائه میکنن. چنل چیه؟ چنل اینه که شما روی میدی کنترلرتون میتونید چنل هاتون رو تغییر بدید. الان من میذارم روی این، مثلا اینجا 16 است. یه همچین چیزی روی میدی کنترل معمولا هست که شما وقتی مثلا روی چنل 1 کلیک میکنین، روی میدی کنترلتون انتخابش کردین، وقتی روی کلاویه میزنین، اگه مثلا اینجا یکی دیگه هم من باز کنم، مثلا اینجا چنل 2، با توجه به این که سورس میدیمون یه شکله، وقتی چنل متفاوت باشن و شما روی میدی کنترلتون کلیک بکنین، اون چنلی که روی میدی کنترلتون سلکت کردین فقط اون سیگنال میاد. یعنی اگه من روی کیبوردم الان بزنم فقط سیگنال، اگه چنل یکم سلکت کرده باشم فقط وارد این میشه، با اینکه اینجا میدی کنترلر من هستش. اگه برم اونجا چنلش عوض بکنم بزنم 2، دیگه روی چنل 1 سیگنال میدی نمیگیرم، فقط روی چنل 2. این برای زمانی که مثلا شما بخواید با یه دونه میدی کنترلر یه دفعه صدا رو بخواید عوض بکنین، میتونین به این شکل چنلتون رو عوض بکنین.
بعضی از میدی کنترل هستن که قسمت پد دارن و اونا روی چنل دیگه هستن. شما باید بیان چنلش رو تغییر بدین. من الان چون میدی کنترلرام خاموش هستن اینجا اسمشون رو ندارم، ولی شما به ازای میدی کنترلتون اینجا اسمای مختلفی رو میتونین داشته باشین. یه قسمت دیگه هم هست. من الان یه دونه کانال میدی خالی باز میکنم. خب شما امکان اینو دارین که از یه کانال میدی یه سری سیگنال به صورت میدی وارد یه ترکی بکنید که روش اینسترومنت. مثلا من اینجا میام یه بخشی انتخاب میکنم، کنترل ام میزنم، مثلا میام اینجا چند تا نوت میذارم، همینجوری بی رو میزنم که اینجوری راحت مثلا یه چیز همینجوری. خب من الان اینه که پلی میکنم، ناکنه اینجا که پلی میکنم روی این هیچ اینسترومنتی نیست، پس صدایی طبیعتا ندارم. خب میام اینم لوپش میکنم. خب حالا میخوام چیکار کنم؟ میخوام این سیگنال میدی رو به این ارسال بکنم. خب کافیه بیام از این قسمت میدی فرام بیام این ترک رو انتخاب کنم که الان اسمش 3 میدی هستش. من اینو بزنم. خب یعنی که سیگنال از اینجا وارد این میشه. این زمانی مثلا به کار میاد که مثلا شما یه دونه میدی میخواین بنویسین، مثلا فکر کنین 10 تا لیر دارین، نمیخواین برین دونه دونه این لیرها رو میدیاشو تغییر بدین، میتونین یه دونه اینجوری میدی ترک درست کنین، سیگنالش رو به اون 10 تا اینجوری وارد بکنین. یا مثلا شما اگه مثلا میدی کنترلر داشته باشین یا مثلا یه سینتیسایزر داشته باشین، بخواین سیگنالتون رو سند بکنین به این سینتیسایزر، میتونین از میدی تو استفاده بکنین که این سیگنال رو به اون سینتیسایزر میفرسته، که من البته اینو توصیه نمیکنم چون یه دیلی ایجاد میشه. برای اون میتونین بیاین از این قسمت برای اون باید شما بیاین توی قسمت اینسترومنت، اکسترنال اینسترومنت رو وارد بکنین و اینجا بیاین اون اینسترومنتتون رو انتخاب بکنین و آدیوش هم میتونین انتخاب بکنین. این خیلی بهتر، دیلی نداره و از این حتما استفاده کنین اگه میخواین به سینتیسایزری سیگنال بفرستین. خب پس این هم از قسمت میدی فرام و قسمت آدیو هم که توضیح داریم چیه. و توی قسمت آدیو هم باز همین رو داریم. میتونیم مثلا این سیگنال رو همونجوری که گفتیم بیا اینجا بفرستیم، میتونیم این رو به مین بفرستیم. پایین تا که بیایم یه قسمتی هست به اسم سنس که الان آبی این دیفالت برنامه هستش. خب اینه چیه؟ حالا میرسیم به این قسمت تهیه که توی جلسه اول گفتم که فعلا بهشون نیاز نداریم. من وقتی اینجا که رایت کلیک بکنم توی صفحه Arrangement View یه قسمتی داریم Insert Return Track. خب اینجا هم بزنم دوباره یه دونه ناب اضافه میشه. اگه اشتباه نکنم تا 12 تا میتونیم از این سنسا داشته باشیم که حالا من فعلا پاک میکنم با همون دیفالت برنامه که دوتا هست سر کار داریم. خب این چه کاری میکنه؟ اصلا وظیفش چیه؟ به چه درد میخوره؟ بذارین اول من یه تست کنم، سریع خودتون فکر کنم متوجه بشین. الان میام همینجا یه سیگنال میدی رو دوباره میذاریم، بی رو میزنیم، یه چیز در هم بر هم. خب حالا خب چه اتفاقی میفته؟ سیگنال از اینجا از همین حالا VST که هست خارج میشه، یه دونه وارد مین میشه، یه دونه از اون سیگنال کپی میشه وارد اینجا میشه. حالا این چیه توش؟ وقتی بازش میکنیم
حالا برنامه اومده دیفالت یه دونه افکت ریورب گذاشته و وتش تا آخر بازه، یعنی اینجا سیگنال درای نداریم. پس چی شد؟ یه دونه از اینجا وارد میشه به مینمون و یه دونه هم از اینجا وارد میشه به قسمت ریورب. حالا من میرم الان سند بی رو باز میکنم، ولی قبلش میرم ببینم چه افکتی. نگاه کنید نوشته دیلی، افکت دیلی هم آورده. خب پس من انتظار دارم سند بی رو که باز کنم صدای دیلی بشنوم. خب دیدین راحته، یعنی پس از این سیگنال وارد میشه میاد به این سندا. حالا اگه نخوام این سیگنالی که اینجا وارد میشه به مین بره، فقط به سند بره، میتونم بیام توی آدیو 2 و قسمت سند آنلی اینه که بزنم، فقط اون صدای افکت داده شده رو میتونم اینجا بگیرم. ولی خب مثلا میتونم بیام رو مین بذارم، بیام اینا رو هم سولو بکنم. خب حالا مثلا الان این یه دونه بذاریم نوتاش یک کمی بهتر کنیم، پاک میکنیم. خب مثلا من یه همچین میدی رو چیدم، کمی هم خب حالا میخوام روی این یه درام بذارم، مثلا میایم یه درام لوپ میزنیم. خب میام اینجا کمی صداش هم کم میکنیم. حالا من اینو میام یک کمی صداشو کم میکنم، میام این هم میبرم بالا ریوربش. حالا میام اینو سولو میکنم، هم صدای درامو میشنویم. آره خب پس کاربرد این سندام متوجه شدین که به چه شکله. یه ایرادی که این سنس داره، بذاریم من یه مثال براتون آماده بکنم ببینیم که یه ایراد، یعنی یه چیزی که باید حواستون جمع باشه که اگه از این سند استفاده میکنین اینو نباید فراموش بکنین. و استفاده از سنس رو به کسایی توصیه میکنم که سی پی یوشون ضعیفه و کامپیوترشون خیلی مثلا خوب نیستش، رمشون کمه، نمیتونن خوب صدا بگیرن، از این استفاده کنن. خب خیلی خوبه، به جای اینکه افکت ها رو، چون ما میتونیم تکین افکت ها رو روی این لایه ها بزنیم. حالا من بهتون میگم با اون یکی روش، ولی خب باید به این نکته که الان میگم دقت بکنین که یه موقع ایراد توی تنظیمتون ایجاد نشه. پس من برم اینو آماده بکنم، الان برمیگردم. خب من الان یه چیزی آماده کردم، یک کمی همین لاینه رو کوچیک بکنم، یه چیز همینجوری که این حالا کیکه، بعد این یه درامه. خب بعد حالا من میام این دراممو با هم، فقط این قسمت دوتا پرکاشن هم، خب این قسمت ها رو میبندم، اینو یه کنترل جی میزنم، گروپشو میکنم، مثلا میزنم اینجا های حتی همه چی داریم دیگه، اینجا رامس هستن. خب آقا اینجوری میتونیم ببندیم، میتونیم این شکلی گروپ بکنیم
و میتونیم سولو گوش کنیم. وقتی سولو هم گوش میکنیم میبینیم این قسمت رو این شکلی زده، یعنی شما از این گروپ دارین یه بخشش رو گوش میکنین نه همشو. جفتش هم بزنیم باز چون ممکنه بازم باشه نصف زده، ولی اینجا که بزنیم کلش رو با هم داریم. خب حالا من میام روی این درام یه آتو فیلتر استفاده میکنم، مثلا این آدیو فیلتر میام اصلا یه قسمتی داره برای دیجی کردن، البته همینم خوبه. خب مثلا اینجوری اوکی. خب حالا اتفاقی که پیش میاد بذاریم بقیه لیرها هم بهتون نشون بدم. پس این دوتا شد درامز، من حالا این شکلی میکنم. میام اینجا یه کمی سنت میدم، یکم من اقراق‌آمیز انجام میدم که این تفاوت رو بشنوید. بذارم این هدفون رو بزنم، حواسم نبود که اسپیکرم هم روشنه، ممکنه صدایش برگرده. آها الان فکر کنم بهتر شد. خب میبینید الان مثلا یه سری از این صدا افکت گرفت، اومدش توی اینسرت همون توی ریترن ترک همون. و حالا من میام اینجا ببینید چه اتفاق میافته. خب من این آتو فیلتر رو روی گروپ درامم زدم. خب مثلا فکر کنین حالا من ترک رو کامل پلی میبینین چه اتفاق افتاد. من الان دارم روی قسمت گروپ ترکم یه فیلتر گذاشتم، فیلتر میکنم، ولی چون صداها قبلش وارد این سندا شده و این فیلتر اتفاقی که بعد از این پروسس داره اتفاق میفته، تاثیر این سندرا هنوز کماکان وجود داره. خب یه راهش اینه که من بیام این سندا رو اینجا ببندم اینجا. خب حالا خوب شد الان یه اتفاق هم اینجا افتاد که من یه نکته دیگه‌ای هم به شما نشون بدم. میام چی کار میکنم، اینو که رو می میذارم، میام یه دونه آدیو ترک اینجا انتخاب میکنم، یعنی باز میکنم. خب این آدیو ترک رو از اینجا که درامم هست به این سند میکنم. یعنی اینجا میتونم انتخاب کنم آدیو درامز. خب حالا نها کنیم این الان فقط سند شده. اینجا اینو میزنم. خب الان این سیگنال من وارد اینجا میشه. خب بذار این فیلتراش هم ببندم که اینو دقیقا بتونم بهتون نشون بدم، چون باید دقیقا اینجا بتونین این رو تشخیص بدین. من این افکت ریوربم کپی میکنم میارم میذارم اینجا مثلا. خب حالا میتونم این چه اتفاق میفته. اینجا سیگنال ما توی درام توی گروپ وارد یه ریورب میشه، بعد حالا توی این فیلتر. خب این سیگنال الان وارد مین نشده به صورت مستقیم، وارد این آدیو شده. اینجا میبینین آدیو زدم، بعد یه قسمتی داره پست میکس، پری افکس، پست افکس، پست میکسر. این چیه؟
بیام تست بکنیم. خب این دوتا که مثل همه الان اینجا. این چی؟ دقت کنید. متوجه شدین چه اتفاق افتاد؟ سیگنال من وقتی که از اینجا خارج میشه وارد یک آدیو میشه، آدیو ترک، وقتی که ما اینجا به صورت آدیو فرام این رو انتخاب کرده باشیم ترکس، این تو خیلی از برنامه هست که شما میتونین با انتخاب پری FX سیگنالی که، چون این سیگنال چی بود؟ رفت توی ریورب، افکت ریورب گرفت، بعد آدیو آتو فیلتر که این حالا مهم نیست، اصلا اینو میتونم اینجا برام قسمت میخوامش. این سیگنال وقتی که به صورت PFX هست، سیگنالی که به این نقطه وارد میشه، به اینجا قبل از افکت ها، این وارد آدیو افکت میشه. خب اما اگه سیگنال پاست FX رو انتخاب بکنم، سیگنال من از این ته وارد آدیو میشه. پس فرقش رو الان متوجه شدین. کاربردی خیلی هست، بچه‌ای که تنظیم میکنم میدونم. مثلا شما ممکنه یه صدای خواننده باشه، کمپرس کردین، همه چیش آماده است، سیگنال اینجا وارد میشه، یعنی اینجا تو اینجا داریم، بعد میخوایم بهش مثلا ریورب بدیم، بعد توی آدیو ترک دیگه مثلا دیلی بدیم، یه سری افکت های روش بذاریم، ولی میخوایم سیگنالمون این پروسسی که روش اتفاق افتاده اول باشه بعد وارد اینا بشه. مثلا اگه سیگنال اینجا کمپرس نشده باشه بیاد مثلا ریورب بگیره، میتونه بعد باشه. اونجا حتما باید اینو بزنیم روی پست افکس. خب پس اینم یه نکته که یه دفعه من الان به ذهنم اومد. حالا برگردیم به اون مشکلی که اینجا گفتیم. خب من الان اینجا میام روی این قسمت اتوماسیون رو باز می‌کنم. حالا قسمت اتوماسیون هم کوتاه گفتیم، ولی یه بخش داریم کاملا راجع به اتوماسیون توضیح میدیم. ولی الان میدونیم هر پارامتری که بخوایم تو برنامه اتوماسیون بزنیم، اولا این قسمت رو باید روشن و خاموش بکنیم که اون بخش اتوماسیون رو بتونیم ببینیم. و من روی اینجا شو اتوماسیون رو که کلیک بکنم، اینجا به من نشون میده. میتونم اینو انتخاب بکنم، مثلا اینجا سیگنال میاد پایین. خب از اینجا میرم این دوتا رو زیاد میکنم. نه این قرار شد که اینجا زیاد نباشه، اینجا بود دیگه. مثلا این هم اغراق‌آمیزه که بتونیم مشخص کنیم، یعنی مشخص بشه براتون ببینید چه شکلی. اینو باید به صورت مین بزنم. خب نگاه کنید. میبینین چه اتفاقی میفته؟ چون ما قبل از اینکه وارد فیلتر بشه اینا رو سند کردیم به قسمت اینسرتامون، اون افکت بدون اینکه فیلتر روش صورت بگیره هنوز داره به صورت معمولی خارج میشه. خب ما اگه بیایم اینجا بگیم که خب آقا ما دراممونه میایم از همینجا سند میدیم، خب اوکی، حالا ببین چه اتفاق میفته. خب این مشکل برطرف میشه. ولی ممکنه شما مثلا یه درامی داشته باشین، حالا الان ما اینجا یه دونه صدای پرکاشن، یه دونه سایمبل، چیز زیادی اونجوری استفاده نکردیم. ممکنه شما بیاین بگین که آقا من نمیخوام مثلا حالا اینجا میزنه این پایین الان منفی 42 دسیبل 45 دسیبل از این سیگنال وارد اینجا میشه، مثلا این یکی منفی 27. شما نمیخواین برای همه سیگنالاتون این میزان رو بدیم. ممکنه مثلا بگین آقا مثلا این اصلا انقدر داشته باشه، اصلا نمیخوام دیلی داشته باشه، این یکی مثلا میخوام انقدر ریورب داشته باشه ولی دیلی انقدر داشته باشه. خب
وقتی شما میان اینجا اون میزان رو میزنیم، اون میزان برای تمام سیگنالاتون یه شکله. الان نگاه کنین، باز اون مشکل قبلی وجود داره. پس این یه نکته که حواستون باشه که از این اینسرت استفاده میکنین، این میتونه اتفاق بیفته. خب خیلی میگن که خب آقا ما بیایم اینو خب کپی کنیم برای ریورب و دیلی. اینم یه راهشه، ولی باز ممکنه اتفاقی که بیفته، ممکنه شما مثلا نخواین بیستون اینجا، حالا بیسه که نمیفرستیم، مثلا یه صدای دیگه لید دارین یا یه صدای گیتار دارین، اونم سنت کردین، بعد اینجا فقط میخواین درامتون مثلا کاتاف بگیره، نمیخواین گیتارتون مثلا کاتاف براش اتفاق بیفته، فیلترش کم بشه. خب چه اتفاقی میفته اگه اینو بیارین رو اینجا؟ خب صدای گیتارتون بازه، درامتون داره میره، قسمت های فرکانسیش داره کات میشه، خیلی هم اوکی، ولی گیتاره خب اتفاقی که میفته خشک میشه دیگه، صداش فرق میکنه دیگه. پس این روش رو که استفاده میکنین حواستون باید باشه که این محدودیت رو داره. اگه سی پی تون اوکیه، برای اینکه این روش رو دور بزنین و همین سیستمی که اینجا پیاده کردیم که ما سیگنال رو فرستادیم به یه دیلی و یه ریورب، برای اینکه این رو به این شکل عمل نکنیم یا یه روش دیگه انجام بدیم، الان بهتون میگم چیکار میکنیم. خب من الان اینجا که چی نداریم، اوکی، من اینو سولو میکنم. خب میام اصلا روی یه دونه اینسترومنت معمولی این کار میکنم که پیچیده نشه، مثلا همه این. خب من میخوام اینا پاک میکنیم دیگه، با اینا نیازی نداریم، بیسم پاک میکنیم. خب یه همچین صدایی داریم، ما میخوایم این کاری که الان انجام میدیم اتفاقی که الان میفته، سیگنال من از اینجا یه دونه میره به مینم یا مسترم و یه سیگنال از طریق سند آ به قسمت سند آ میره که روش یه افکت ریوربه و یک سیگنال هم از طریق سند بی با این میزانی که الان اینجا میبینین وارد قسمت دیلی هم میشه که الان تکی صداشون رو گوش کنم اینه. خب حالا راه حلی که وجود داره که من بخوام این سیگنال رو اینجا بدون که از این سند استفاده کنم اون افکت ها رو بهش بدم و قابلیت اینو داشته باشم که یه سری تغییراتی روی تک تک اینا بدم، به چه شکلی اتفاق میفته؟ به این شکل که من میتونم بیام اینجا مثلا فکر کنیم ریورب رو انتخاب میکنیم اینجا، کنترل سی، یا همینجا میتونیم کپی کنیم، بیام روی اینجا بعد از این اینسترومنتی که داریم، حالا VST هرچی که هست، اینجا پیست میکنم. خب الان اتفاقی که میفته سیگنال کاملا ریورب گرفته و میتونم مثلا اینو بیام اینو کم کنم بگم اوکی. خب من الان این سیمولیت کردم، اومدم قسمت سیگنالمو که اینجا میومد به ریوربم یه درای براش گذاشتم مثل سنده. حالا میام میگم که خب حالا دیلی هم میخوام دیگه، میام دیلی هم اینجا کپی میکنم، ببینیم چه اتفاقی میفته. من اینو دوتا کلیک میکنم کوچیک بشه. خب الان نگاه کنید صدا رو. خب الان اینجا دیلی هم دارم، میگم که خب آقا میام اینم یکم کم میکنم. خب اتفاقی که میفته اینجا سیگنال تولید میشه، اول ریورب میگیره با یه مقداری، با 36%، یعنی 36% این سیگنال بدون ریورب خارج میشه، مابقیش به صورت ریورب دار خارج میشه، یعنی تلفیق میشه از جفتش. و بعد از این که این سیگنال ریورب گرفت میاد دیلی میگیره، یعنی سیگنالی که اینجا وارد دیلی میشه قبلش ریورب داره، فرق داره با این یکی سیگنالی که به دیلی وارد میشد هیچ ریوربی نداشت، سیگنال خام بود.
خب چی کار میکنیم؟ یه قسمتی داریم به اسم رک. خب میام روی یکی از همین افکت هم رایت کلیک میکنم، از این منوی که باز شد میام گروپ رو انتخاب میکنم. خب گروپ رو انتخاب کردم، دیدین یا با کنترل زد ببینین اینجا قسمت های اینجا رو ببینین، کنترل وای یه همچین چیزی ایجاد شد. خب میام روی این قسمت اینجا کلیک میکنم. خب حالا الان سیگنال من اومده اینجا وارد یه خونه شده که ریورب داره. میبینید که یه ولوم داریم اینجا، میتونیم اینو من تا آخر زیاد میکنم. خب سیگنال اومده ریورب گرفته. اوکی، حالا میام اینجا رایت کلیک میکنم، کریت چین رو میزنم. خب یک دونه چنل دیگه اینجا اضافه کرد که من اگه سولو گوش کنم، چون اینجا هیچ افکتی نداره، نکنه اینجا بین این خط و این خط افکت ریورب داره، این یکی بین این خط و این خط هیچ افکتی نداره. اینو میتونم بیارم اینجوری هم بالا، میتونم اینجوری رایت کلیک کنم، اسمش هم عوض کنم بزنم درای. خب سیگنال درای من از اینجا رد میشه، این سیگنال ریوربمه. خب حالا من میتونم ریوربمو از اینجا کم و زیاد بکنم. خب حالا میگیم که آقا چجوری حالا پس این دیلی رو بیاریم؟ خیلی راحت، میام اینجا رایت کلیک میزنم، میتونم کریت چین بزنم، اینجا هم اسمش میذاریم عوض میکنیم دیلی. خب اینجا میتونم افکتی که دلم بخواد رو بیارم. حالا من میرم همین رو کپی میکنم یا کنترل سی، میام کجا؟ این وسط. نکنین هم اینجا میشه زد هم اینجا، فرقش رو بهتون الان میگم. اینجا کلیک میکنم، خب سولوش میکنم، کاملا هم وته، یعنی کاملا سیگنال این افکت رو به خودش میگیره. حالا میام از اینجا مقدارش کم و زیاد میکنم. این دقیقاً کاری که الان داریم اینجا میکنیم مثل همین سند است که اینجا کم و زیاد میکردیم، الان داریم همون کارو میکنیم. سیگنال خالی، ریورب، دیلی. حالا مثلا میگیم که آقا بعد از این دیلیه یه دونه اکولایزر هم میخوایم. خب نمیخوایم سیگنالمون قسمت لو داشته باشم، EQ8 رو میارم اینجا، میتونیم این هم استفاده کنیم. من فقط جنبه آموزشی داره، میتونیم مثلا سایت چین بیاریم، یه سری افکت های دیگه بیاریم. من مثلا میگم که خب حالا مثلا اکولایزر میارم، این قسمتش رو کم میکنم بر اساس اون شیبی که دلم میخواد، میتونم این رو اینجا بذارم. خب خب حالا الان اینجا این افکت رو ما بعد از این دیلی آوردیم. من اگه برم توی ریور ببینین باز همین افکت رو میتونم بیارم، این اکولایزر رو میتونم بیارم اینجا، یا اینکه میتونم بیارم بعدش. حالا فرق چیه؟ الان اگه روی همه اینا برم این اکولایزر رو باز میبینم، یه خورده اینو کوچیک بکنم نکنه این خارج از رک منه، اکولایزر که انا آوردم. یعنی این اکولایزر رو آوردم ته. خب این یعنی چی؟ یعنی که رو کل سیگنال من بعد از این که از رکم خارج شده فکر میدونه. کنیم این خیلی فرق داره با این که من این رو کاتش کنم بیام تو خود رکم، مثلا اینجا الان ریورب داشتیم، نکنه اینجا کلیک میکنم یه خط اینجا داریم، یه خط هم اینجا کلیک کنم داریم. اینجا من اگه پیست بزنم این اکولایزره بعد از دقیقا همین ریوربه، پس این میتونم اینجا فقط بیام ریوربمو اکولایزر کنم، بقیه سیگنالام ثابت میمونه. خب پس اینم یکی از روش‌هایی که من خودم توی تنظیمام اکثرا این مدل استفاده میکنم.
از سن استفاده میکنم چون خیلی جا هست تو کارم، مثلا من یه فیلتری استفاده میکنم که توی درامم، مثلا درامم یه سری از الماناش ریورب داره، دیلی داره، اون کار خیلی زمان بیشتر میبره، باید خیلی حواسم باشه که خیلی سند باید بیشتری تولید بکنم که مثلا صدای لیدم این افکت رو نگیره. اگه حواستون باشه اونم اوکیه، مثلا برای پروژه ساده میتونین این کار بکنین. شما میتونین حتی یه دونه آدیو ترک ایجاد بکنین، بعد بیاین مثلا اینو بنویسین، بیاین مثلا بنویسین ساب، مثلا ساب مثلا بر درامتونه، مثلا میتونین اینجوری بنویسین درامز، تمام دراماتون المانایی که دارین رو به این بدین، بعد از این استفاده کنین، روی این افکت بدین. این روش هست. این یکی روش هست که اینجوری آدیو افکت ایجاد بکنین. حتی این رک برای اینسترومنت هم از شما میتونین مثلا اینجا بیاین گروپ ایجاد بکنین و چند تا اینسترومنت رو با هم ترفیق کنین. مثلا من همینو میام دوپلیکیت میکنم، مثلا میام این رو مثلا نمیدونم مثلا این صداش مثلا شما میتونین اینسترومنتاتون هم اینجوری بیاین حتی لیر بکنین. این هم یه روشیه میتونین استفاده کنین. حتی این برای زمانی که شما بخواین لایف پرفورمنس داشته باشین، مثلا گفتیم چند تا اینجا اینسترومنت داشته باشیم، اگه اون آرم ترک رو نمیدونم توی ویدیو که پرید گفتم یا نه، بذارین همینجا دوباره توضیح میدم. مثلا من 2 تا اینسترومنت دارم، یکی این یکی این. اینو خاموش میکنم. من با کیبورد کامپیوتر اینجا یا میزنم این چون میدیش خاموش بود میزنم اینجا که از کیبورد کامپیوترم بگیره. اینم میتونم صدای اینو حذف کنم. خب گفتیم که وقتی که مثلا چند تا اینسترومنت داریم، من از این باز دوپلیکیت کنم، وقتی روی این قرمزه میزنیم صدا رو میشنویم، درسته؟ خب یه موقع از شما لایف پرفورمنس دارین میکنین، مثلا 6 7 تا اینسترومنت مختلف دارین، میخواین سریع کلیک بکنین، در ضمن میخواین صدا قبلی هم باشه، مثلا صدای پیانو یا میخواین استرینگ بهش اضافه کنین. اگه بیایم اینجوری بزنیم خب استرینگ صداش میاد ولی پیانو قطع میشه. برای این باید بیایم قسمت آپشن سیتینگز و این آرم رو خاموش بکنیم. حالا ببینید همزمان من هر چقدر بخوام میتونم اینجا کلیک بکنم توی اجرا زنده لایف پرفورمنس، دیگه نگران این نیستم که این یه دفعه قطع شه. ولی یه ایرادی هم که اینجا وجود داره، من اگه اینو نگه دارم، حالا الان تو اینسترومنت خود برنامه هست، این یه کمی سینکه. بعضی از VST ها هستن، مثلا پیانو شما پدال گرفتین، بعد یه دفعه اینسترومنتتون رو چنج میکنین، یهو صدا اینجا میمونه. اون یه ایراده که راهش چیه؟ راهش اینه که شما بیاین از رک استفاده کنین. اینجا بیاین رک استفاده کنین. حالا اینو قشنگ براش یه ویدیو دوباره درست میکنم، یعنی کامل توضیح میدم چون خیلی داستان زیاد داره. شما میتونین بیاین مثلا چین اضافه کنین که اینسترومنتتون اینجا حتی میتونین عوض بکنین. آره با اون روش دیگه این حالتی که گیر بکنه رو نداره. خب دیگه چی موند از این میکسر؟ از میکسر فکر کنم تقریبا همشو اینجا توضیح دادیم. اینم برای رکورد و سولو فکر میکنم. اینجا هم باید این پایینش رو روشن کنم، اینم هستش. خب یه قسمتی داریم به اسم قسمت ترک دیلی که میتونیم به ترکاتون دیلی بدین. اینو پاک کنم.
من روی یه اینسترومنت همین اولیه باید چند تا لایه دیگه داشته باشم که این نشون بده خودشه، ولی این یه دیلی میده توی پخش. این یه موقع هستش مثلا شما دارین یه اینسترومنتی رو رکورد میکنین، به خاطر اون دیلی که وجود داره مجبورین از این دیلی استفاده بکنین که مثلا درامتون فیت بشه با لاینای دیگه. چیزی که راحت خودتون هم میتونید تست بکنین، کیپ لیتنسی خیلی مهمه و من اگه کیپ لیتنسی رو روشن داشته باشم، مثلا یه سری اینسترومنت داشته باشم که به خاطر افکت هایی که وجود داره تو برنامه اینا دوچار یه لیتنسی شدن، میتونم از این طریق اون لیتنسی رو حذفش کنم. یه نکته هم اینجا هست، باز برای اینم باید یه ویدیو درست کنم چون خیلی ویدیومون طولانی میشه. فقط برای اینکه شما بدونین، ایبلتون لایو اومد یه قسمتی رو اضافه کرد توی این ورژنش. میرین توی قسمت آپشنز، قسمت دیلی کامپنسیشن. این وقتی که اکتیو باشه، شما یه دیلی که داشته باشین، شما هر کاری هم بکنین، مثلا از همین لاین رکورد هم بکنین، ما راستی میتونیم از این لاین هم رکورد بکنیم. اینم بگم خیلی ایبلتون خیلی چیز داره برای گفتن. میتونم بیام اینجا، البته اینو میخواستم تو قسمت فریز کردن ترک رو بگم، ولی شما میتونین مثلا بیان اینجا قسمت ریسمپلینگ رو انتخاب بکنین، رکورد رو بزنین و رکورد اینجا که بزنین خب اون چیزی که میشنوه حالا میتونه چند تا لایه باشه، چند تا ترک باشه، اون رکورد میشه به عنوان ریسمپل. خب من اینجا به صورت یک ویو شد. خب این برای یه موقعی مثلا هست شما پروژهتون خیلی سی پی یو داره مصرف میکنه، میتونید از این روش استفاده کنین، یه قسمتایی از پروژه رو اینجوری ریسمپل کنین، اونا رو دی اکتیو بکنین. دی اکتیو کردن هم که میتونید روی میدی کانالتون برین، صفر رو بزنین دی اکتیو میشه، که میتونیم اینجوری رایت کلیک بکنیم، دی اکتیو کلیپ رو بزنیم، همونجوری میشه دی اکتیو بشه. یا مثلا بیاین اینو ریورزش کنی، خیلی کارا دیگه، این به صورت یه آدیو هر بلایی میتونید سرش بیارین. وقتی که این دیلی کامپنسیشن نباشه، معمولا یه مقداری شما اینجا دیلی دارین. خب من الان دوباره یه دونه دیگه آدیو باز میکنم، اینجا میام ریسمپل رو روشن میکنم، میام اینجا دیلی کامپنسیشن رو حذف میکنم، رکورد میکنیم. خب یعنی چون از این قبلی گرفت، اینو ما نمیخوایم، ما اولیه رو میخوایم. خب میبینین این دیلی که اینجا وجود داره، اینجا ببینین قسمت بالا اینجا هست، اینجا دیرتره. چه اتفاق افتاد با زدن این دیلی کامپنسیشن توی قسمت آپشنز؟ این دیلی برنامه حذف میشه. این تا اونجایی که میشه، نه این که صفر بشه. مثلا شما یه گیتاری میخواین ریت بزنین یا مثلا کلی وی اس سی توی برنامه دارین، چون تمام این وی اس سی ها دیلی میندازه. مثلا الان من مثلا فاب فیلتر رو که بیارم، مثلا همین کمپرسور بندازم رو همین آدیو، وقتی که روش کلیک میکنم، من میخواستم مثلا همین لیمیترش رو بگیرم. خب وقتی اینجا کلیک میکنم، این پایین اینجا، چون موسم باید ببرم روش، ایبلتون لایو باید آپدیت کنم وقت نکردم، ولی رو اینجا که میرم میبینید نوشته latency 2875 samples که این برابری میکنه با 65 - 2 میلی ثانیه. خب وقتی شما مثلا 20 تا از اینا داشته باشین، من کنترل دی میزنم چند تا
خب مجموع اینا خیلی دیلی ایجاد میکنه. خب واسه همین برای اینکه این دیلی رو تا یه حدی کم بکنین میتونین از این روش استفاده کنین. و این کیپ لیتنسی، یه نکته هم که اینجا بگم، مثلا یه پروژه دارین کلی لیر داره و توش پر از کمپرسور، افکت های صدای مختلف دارین و وقتی میدی کنترلتون رو وصل کردین پلی میکنین 2 ساعت طول میکشه صدای میدی میاد. برای این به شرط این که اون افکتاتون توی مستر نباشه. خب دقت بکنین، اگه اون افکتاتون تو مستر باشه این هیچ فایده نداره. به شرطی که افکتاتون توی مستر نباشه، یعنی شما میتونین اینا رو همه رو حتی مثلا ترکتونه بیان همه رو گروپ بکنین، کنترل جی بیان اینو بکنین ترکتون، ترک مای ترک مثلا. خب اون چیزایی که تو مستر دارین که من همیشه اینو به بچه‌ها میگم، هیچ وقت تو این مین نیاین پلاگینای برای مستر ترکتون رو بزنید، چون شما ممکنه یه رفرنس ترک هم اینجا داشته باشین دیگه. مثلا اینجا یه رفرنس ترک دارین، این ترک رو با ترک خودتون مقایسه میکنین. توی این مثلا آنالایزر میتونین بیارین، ولی چیزایی که رو مستر میذارین برای ترکتون رو حتما روی گروپ بیارین که بتونین مقایسه بکنین راحت. و حالا اون نکته که میخواستم بگم اینه که مثلا شما اینجا توی اینا یه اینسترومنت دارین، وقتی که سولوش میکنین مثلا پروژهتون تا یه حد زیادی رفته، حالا میگه کاش اینجا مثلا یه پیانو میذاشتم، یه مثلا صدای پلاکی میذاشتم، بعد اینو میخوایم با میدی کیبورد ضبط کنین، انقدر دیلی داره که اصلا نمیشه. خب برای اون باید چیکار کنین؟ از همین طریق دیلی کامپنسیشن استفاده میکنین. اون ترکتون رو میکشین از گروپ میارین بیرون یا دوپلیکیت میکنین، یعنی که مثلا فکر کنه اینه، میام دوپلیکیتش میکنم. خب اینو میکشم میارم بیرون که اون پلاگینای مسترم روی این اعمال نشه. بعد میام اون پروژه رو پلی میکنم، همزمان اینجا رکورد میکنم. این باعث میشه که شما بدون دیلی بتونین صدا رو بشنوین. بعدش که تمام شد اون میدیشو میتونین بیارین توی ترکتون. مثلا فکر کنین گیتاره، مثلا میخواین گیتار رکورد بکنین، ترکتون انقدر پلاگین توش داره دیلی بسیار زیادی دارین، خیلی سخته. مثلا ریتم که داره میزنه، ریتم گیتار، یا میبینید 2 روز طول کشید، حالا 2 روز زیاده، مثلا کلی طول میکشه صداشو بشنوین. خب رو مخ دیگه. اینو اومدن با این قسمت جدیدی که ایجاد کردن تو ایبرتون لایو تا حد بسیار زیادی کم کردن که اونقدر دیگه اذیت نمیکنه. خب سامپل ریتتون هم باید در نظر بگیرین که نه خیلی پایین باشه که صدا خراب بشه، نه خیلی بالا باشه که باز دیلی داشته باشه. با این روش پس فقط نکتهش این بود که توی مستر نباید پلاگینی داشته باشین که دیلی داشته باشه، دیلی ایجاد بکنه. با این روش میتونین قشنگ دوباره رکوردتون رو انجام بدین. خب یه نکته دیگه ای که مونده بود، یعنی یادم رفت بعد از اینکه ویدیو رو رکورد کردم یاد آمد، قسمتی بود راجع به پن. خب این نابو که اینجا میبینید ناب پنه که حالا من سادهشو بخوام بگم، مثلا یه دونه صدای سینتیسایزره به سمت چپ به سمت راست. خب این چیز اوکیه. خب یکی از امکانات این برنامه اینه که وقتی روی این پن که میریم رایت کلیک میکنیم یه چیزی به اسم سلکت اسپلیت استریو پن داره، استریو پن مود. حالا چیه؟ من اول یه بار این ریتم رو برای شما پلی بکنم. خب اینجا اینو داریم، پلی میکنیم، کیک رو قطع میکنم. خب یه صدا داریم که تقریبا روی سمت چپ داره صدا میده، هدفون سمت چپ، این هم روی سمت راست. خب ما اگه بیم اینو پن بکنیم یه اتفاق میافته، ببینید چجوری میشه. مثلا چرا این پن رو ممکنه انجام بدیم؟ ممکنه شما یه ساز پیانو داشته باشین و
سازه پیانو مثلا 2 تا میکروفون میذارن، یکی قسمت لو فرکانسیش رو رکورد میکنن، یکی از میکروفون ها برای قسمت های فرکانسی. خب لو فرکانسی مثلا یک کمی حالت سمت چپ داره، های فرکانسی سمت راست داره. وقتی شما پن میکنین به این شکل، این میزان پنتون باعث میشه اون صدا از اون بالانس طبیعیش خارج بشه. حالا شما مثلا یه موزیک ساختین، میخوایم مثلا ساز پیانو رو صداش بیارین سمت چپ. خب با این کار اون صدا اتفاقی که میفته قسمت لوش مثلا زیاد میشه، قسمت هایش کم میشه دیگه. درسته؟ مثل این که این درامی که اینجا دیدیم. حالا چجوری میشه این مشکل برطرف کرد؟ خیلی از DAW این رو دارن، نمیدونم FL Studio داره اینو، باید چک کنم، ولی Ableton Live این امکان داره که شما روی این قسمت پن رایت کلیک میکنید، Select Split Stereo Pan مود رو کلیک میکنید، یه همچین چیزی باز میشه. حالا با این حالت میتونین اون میزان صدا رو قشنگ به سمت چپ یا به سمت راست بیارین. نگاه کنید. خب به این شکل میتونیم از این سیستم استفاده کنیم. پس اینم یکی از امکانات برنامه Ableton Live. این قسمت های کراس فیدر هم که گفته بودم توی بخش دیجی که شما میتونین AOB انتخاب کنین، با این جابجا بکنین. این قسمت پایین هم مقدار مصرف CPU رو نشون میده، خیلی زیاد باشه خب CPU بیشتری داره اون لیر استفاده میکنه، کم باشه کمتر مصرف میکنه. خب اینو داشته باشین. راجع به فریز کردن ترک ها بعدا حتما توضیح میدم توی ویدیویی که CPU تون اذیت بکنه میتونین فریز کنین، آن فریز کنین، فلتن کنین که به ویو تبدیل بشه. آره ولی فکر کنم دیگه توی میکسر سعی کردم مطلب رو توضیح بدم و اگه کار کردین چیزی براتون مبهم بود حتما تو گروه بنویسین که بتونیم که دیگه همه رو یاد بگیریم دیگه. بسیار عالی. تا جلسه بعد، خداحافظ.